وطندارای عزیز، سلامتی خداوند عیسی مسیح شهزاده سلامتی کت شما باشد در هر جایی که هستین. خداوند شما را برکت بده و خوشحال هستم که خداوند ما بنده حقیر یک بار دیگه این موقع را عطا کرده برای ما از رحمتهای بسیار زیادش که باز هم در حضور خدای مقدس بله حساب ده به حضور خدای مقدس و همچنین آماده بر از اینکه قلب خدا برای شما بگذارم از کلام مقدس خداوند خالق و مالک من شکرگزار هستم برای امروز یک روز دیگه، یک برنامه زنده دیگه بعد از تقریبا فاصله یک ماه دیگه در خدمت شما وطندارای عزیز من هستم. سفرهای بسیار خوب داشتم، خداوند برکات زیاده عطا کرد، مؤمنین بسیار زیاده ملاقات کردم، کتشان دعا کردیم و در طی از این سفرها 5 عده از وطندارای عزیز ما 5 نفر به عیسی مسیح هم ایمان آوردن و تعداد کسایی که تلفن برای ما نمیکنن و ایمان میارن و اما مشکلات دارن که تلفن کنن، او را خداوند خودش خبر داره و اما ما میفهمیم که خداوند در زندگی وطندارای ما که در هر جایی که هستن کار میکنه، او هر روز کار میکنه. عیسی کودک در معبد بله بعد از 3 روز مریم و یوسف میگه که چرا تو این کار را کردی؟ گفت آیا نمیفهمین که من باید در تجارت پدر خود باشم، در کار پدر خود باشم، در بزنس پدر خود باشم؟ کار ما چیست در این کانال محبت؟ کار ما چیست در این برنامه آواز مسیح؟ کار ما ایست که ما در بزنس، در تجارت، در کار خدای ما هستیم. ما در تجارت پول، طلا و نقره و مال و امیال از این دنیا و خرافات از این دنیا و فلسفه از این دنیا و دین و مذهب از این دنیا نیستیم، در این تجارت نیستیم. ما در تجارت مقدس خدا هستیم و او تجارت ایست که خداوند مسیحیان را، کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند و را سفیر خود به حیث سفیرهای خود در بالای از این دنیا، در این دنیای خاکی گذاشته. بله ما را بالای از این ارض گذاشته تا که ما برای مردم دنیا از حصول ویزایی که در مکان ابدی خداوند در وطن اصلی ما بله اجازه میده که برای همیشه این ویزه نیست که برو پس بیا، این ویزه همیشگی است، اقامه دائمی است. وقتی که ما را این ویزه را خداوند میده ما شهروند از او وطن عزیز میشیم، ما شهروند از او وطن عزیز میشیم و ما فرزندای پادشاه میباشیم و او وطن یک پادشاه داره، خداوند خالق و مالک کائنات و او ما را به فرزندی میگیره و ما فرزندای از او وطن میباشیم، ما شاهزاده های از او وطن میباشیم. از این کلمه مهمتر چی باشه برای ما انسان ها؟ چی باشه از این کلمه مهمتر؟ آیا شما سر از این فکر کردین که در یک بادشاهت و یا حتی در کشورهایی که حال بادشاه نداریم باز هم بادشاه های 5 ساله و 4 ساله در اوج انتخاب میشه در نام رئیس جمهور؟ بله آیا هر کس میتونه که در خانه رئیس جمهور، در اتاق خواب رئیس جمهور، در میز نان رئیس جمهور دائم بدون کدام مشکلات بره؟ نه، هر کسی نمیتونه. دیگه کسا که هست او را اما قسمی که در لسان انگلیسی میگن ویزیتور میباشن و یا کسی که برای یک چند لحظه و با کوشش های بسیار زیاد اجازه میگیرن که در اوجه رفته بتانن و اما بر میگردن.
و اما خداوند میخواه که رابطه ما یک قسم شوه. او میخواه ما را به فرزندی خود بگیره که بدون اجازه ما در قدس الاقداس داخل شویم، در حضور خدای متعال بریم بدون کدام ترس. هیچ ترس وجود نمی داشته باشه، چرا که خداوند او وقت ما را تقدیس میکنه وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم. خدا میخواه که شما را به حیث فرزند خود بطلبه. او میگه که من عیسی مسیح فرزند ارشد رایی کردم به خاطر از اینکه او کفاره گناه های شما را بپردازد، چون من قدوس هستم. در حضور قدوس شما باید قدوس بیایین، مقدس بیایین. شما مقدس نیستین، گناهکار هستین. و اما من عیسی مسیح را رایی کردم که او کفاره گناهانتان بپردازه و شما را تقدیس بکنه. در قدوسیت عیسی مسیح ما را خداوند می طلبه در مکان ابدی خود. و یک روز وقتی که یک مؤمن عیسی مسیح ای بدن خاکی، جسم خاکی، بله ای جسم خاکی را اعلام میته، ما پرواز میکنیم به سوی خداوند خالق و مالک خود. او وقت است که تقدیس ما کامل میشه، نجات ما کامل میشه و ما به حضور خدای متعال می ایستیم، در جلال او می باشیم. حتما خداوند ما را یک قسم نجات میده. وعده خداوند برای تمامی انسان ها به همین ترتیب هست. او خدایی است که ما را دوست داره. او خدایی نیست که در نام خود ما را بگوید که کشتار بکنین، قتل بکنین. ما در یک دنیای بسیار خشن، در یک دنیای بسیار 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 خشن و پر از گناه و تاریک قرار داریم. شما شاهد واقعه هایی که در عراق است، در پاکستان است، در افغانستان است، در بسیار کشورهای دیگه است، در آمریکا است. شما شاهد تمامی از این چیزها هستین. خصوصا در این وقتا در عراق گروه دعوجه به نام خدا، بله به نام خدا میگه که من در او وجود ندارم در او کارهای شما، من هیچ کار ندارم به او چیزایی که شما میکنیم. و در نام خدا گردن میبرن و حتی هم مذهب خود گردن میبرن. چه رسد به این مسیحی ها؟ بله مسیحی ها را که گردن میبرن، یزیدی های بیچاره را گردن میبرن. یک قدر سادگی بین ما و شما است که کتی یک وطندار ما در مورد یزیدی ها صحبت کردم که یزیدی ها را گردن میبرن. گفت خوب میکنه، خب یزیدی هستن، طرفدار یزید هستن. ما گفتم وطندار عزیز و طرفداری از او یزید نیست که خودت فکر میکنی. این یزیدی ها یک قوم است، یک مردم است که در حقیقتش مردم باستان زرتشتی هستند و یکتا پرستی را فکر میکنن که یکتا را میپرستن، خدای واحد را میپرستن و از این خاطر را یزیدی میگن، به خاطر که خدا را به نام یزدان میشناسن. از این خاطر را یزیدی میگن، از این خاطر را یزیدی میگن و را گردن میبرن، از بین میبرن، نسل کشی میکنن. در نام کی؟ در نام خدا. خدا میگه که من او کسی نیستم. کلام خدا بسیار 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 واضح است، بسیار واضح است. و کلام خدا این قسم میگه که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. آیا از محبت خدا قتل عام، گردنبری و زنای مردم به زور گرفتن از شوهرایشان و کتزوا هم بستر شدن، ای شما از طرف خدا میگین؟ من یک قسم خدا را قبول ندارم. یک قسم خدا نیست، شیطان است که این کارا را میکنه. شیطان است که انسانها را به نام دین و مذهب، نسل و رنگ و پوست و لسان میکشه. خدا کلامش بسیار واضح است، قتل مکن. خدا کلامش بسیار واضح است، حتی دشمنایت دوست داشته باش. خدا کلامش بسیار واضح است، کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. زیرا خدا محبت است.
وطندارای عزیز من، دوستای عزیز من، شما در کدام طرف هستین؟ آیا شما در طرف حق هستین؟ اگر شما در طرف حق هستین، عیسی مسیح این قسم بر شما میگه که یگانه حق خدای کتاب مقدس است. او میگه که من راه، من حقیقت و من حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. عیسی مسیح میگه یگانه راه حق عیسی مسیح است. یگانه راه حق عیسی مسیح است. دیوانه مشو به حق که حق بوده مسیح. خداوند عزیز، شکر میکنیم تو را برای امروز. شکر میکنیم که خدایا تو نفس زندگی را برای ما بنده حقیرت حسین اندریاس یک روز دیگه دادی تا که من بتونم کلامت بخش بکنم. خدایا من خوش میشم امروز اگر امروز روز آخر من در این دنیا باشه. حتی خوش میشم که اینمی لحظه خداوند تو نفس مرا بگیری در این دنیا، مرا پیش خود بطلبی. و اما ای خداوند شکر میکنم بر ازیم که تو مرا اینجا گذاشتی تا که من از کلام تو بخش بتانم برای مردم. او خداوند عزیز، من تو را شکر میکنم. شکر میکنم بر خانواده خود، بر فرزندای خود، بر دوستای خود، برای ازی برادرها و خوارایی که در اینجا زحمت میکشن که کلامت برسانه. دعا میکنم ای خداوند برای کسایی که حتی مسیحی‌ها را اذیت و آزار میرسانن. خدایا تو رحم کو بالای از او کسا، بالای ابوبکر بغدادی رحم کو خداوند که او نمیفهمه که چی میکنه. او در چنگال شیطان قرار داره. او را آزاد بساز. او خداوند عزیز، او را آزاد بساز تا که او تو خدای واحد عیسی مسیح نجاتگر از این دنیا را بشناسه، تا که او خدای محبت بشناسه، تا که او توبه کنه از گناه های خدای خداوند عزیز. و تمامی کسایی که طرفداری از او هستند ای خداوند که قتل عام میکنه، خدایا تو رحم فرما بالای از او. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. آمین. واقعا دل ما درد میگیره وقتی که ما یک قدر مشکلات در دنیا میبینیم، یک قدر مشکلات زیاده میبینیم. برادر عزیز ما امیر جان نوشته کردن: سلام برادر حسین، خوب هستین؟ بله برادر عزیزم، بسیار تشکر. اول تبریک میگم به تمامی برادرها و خواهرهایی که شبکه محبت به خاطر 8مین سالی شبکه خدا تمام شما را برکت بده. من خودم اگر امروز ایمان آوردم به عیسی مسیح به خاطر شما و این شبکه بود. خدا را شکر به خاطر وجود شما. برادر حسین میتونید بعد از برنامه با هم صحبت کنیم؟ بله برادر عزیزم، ما حتما کوشش میکنم که برای شما زنگ میزنم. بله خواهش دیگه هم داشتم که برای دعا باشین، در دعا باشین برای من به خاطر مشکلاتی که دارم. حتما برادر امیر برتان دعا میکنیم. خدای عزیز من شکر میکنم. ما مؤمنین عیسی مسیح لطفاً کتیما یک جایشون برای برادر امیر دعا کنین. دعا میکنیم برای از برادر عزیز من که رضای تو در زندگی از برادر عزیز من پوره شود. چیزی که تو میخوای ای خداوند، نه چیزی که امیر میخواد، نه چیزی که من میخوایم، بلکه چیزی که تو میخوای ای خداوند در زندگیش پوره شود. بگذار ای خداوند رحمت تو پیش رویش باشه. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. امیر جان بسیار تشکر از پیامتان و حتما ما کوشش میکنم بعد از برنامه که شما صحبت بکنم، زنگ بزنم، درد دل بکنیم. مردوتای ما هم در سفرهای بسیار زیاد بودیم و حتما صحبت میکنیم. خدا را شکر میکنیم. امروز یک برادر بسیار عزیز را داریم که ایشان شهادت خود میتن که چطور و چرا به عیسی مسیح ایمان آورده. برادر عزیز ما رضا جان از طریق اسکایپ که ما همراه هستند. وطندار عزیز ما مانده نباشی.
سلام برادر حسین، حال شما خوبه؟ بسیار بسیار تشکر وطندار عزیز من. خداوند شما را برکت بده غلام رضا جان، و بسیار خوش هستم که چهره ایتان دیدم و خوش هستم که وقتی تان دادین که در این برنامه بیاین و شهادت بتین بر وطندارای ما که عیسی مسیح در زندگیتان چی کرده و چرا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین. لطفا خود معرفی کنین و بعد از او میشنویم از شما. تشکر از این، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. تشکر از برنامه تان، برنامه زیبایتان. تشکر از این که وقت بر ما دادین. خلاصه ما میخوام مختصر بر شما و بینندگان عزیز اعلان بکنم که ما چی باعث شد که ایمان به عیسی مسیح آوردم. عیسی مسیح در زندگی ما چی کار کرد. ما در یک خانواده، واقعا در خانواده مذهبی به دنیا آمدم که پدرم اون زمانی که من خرد بودم خدا رحمتش کنه از دنیا رفتن. بعد دیگه خانواده من این 4 ساله که من ازشان خبر ندارم که کجا هست کجا نیست. امیدوارم ما را از پرده تلویزیون ما را ببینن. برای ما مشکل است واقعا. مدتی که اونا را ندیدم، صدایشان را نشنیدم، دیگه برای ما خیلی مشکل است. واقعا خیلی سخت است. بله برادر عزیز، واقعا مشکلات دنیا و مهاجرت و این چیز و جنگ و جدل که در وطن ما و شما متاسفانه هنوز هم جاریه، هنوز هم جاری است، هنوز هم کینه و بغض و عداوت جاری است در وطن عزیز ما و شما. ما را پراگنده ساخته در ملک‌های دیگه آورده و اما بازم خدا را شکر میکنیم که خداوند از این مواقع استفاده میکنه و استفاده نیک میکنه. همین که مردم از وطن بیرون شدن و بالاخره به عیسی مسیح ایمان آوردن، خود شما، من شخصا و بسیاری کسای دیگه، این واقعا باعث برکت است. برادر عزیز من خواهش میکنم که شما خود معرفی کردین، خواهش میکنم که برای وطندارای عزیز من داستانی از این قصه شیرینه که فیض خدا چطور در زندگیتان جاری شد، چطور شما کتاب مقدس یافتین و یا کی در مورد کلام خدا برای شما صحبت کرد. البته من نمیخوایم که نامهای اشخاص بگیرین چون که امکان داره که باعث خطر برای ازدواج شود، چون بسیاری کساست که مثل گرگاوری در تاکی از این هستند که بشنون که کی در کجاست و فورا سرش حمله کنه. بسیار احتیاط میکنیم در این چیزها و اما خواهش میکنیم باز هم با احتیاط بفرمایین که چی باعث شد، چطور اولین بار شما در مورد کلام خدا، در مورد عیسی مسیح، در مورد عیسی مسیح ما تمام از طفولیت میشنویم که عیسی پیغمبر، عیسی نبی، ابن مریم، این چیزها رو شنیدیم و اما در حقیقتش که عیسی مسیح کی هست این را چطور شما دریافتین؟ من برادر حسین، من 4 سال است تقریبا تو این دانمارک، سال 2010 بود که تو این داخل دانمارک آمدیم. بله دیگه یک مدت در کم بودیم. بعد در کم خلاصه تو راه داخل راه که آمدیم انگشت ما رو گرفتن. بعد ما رو میخواستم دوباره اونجا روان کنه. بعد ما نرفتیم. من خودم زن دارم، یک بچه دارم. همون عکسی که در اسکایپم بود همون عکسی بچه‌م بود. بله واقعا این 3 ساله که بچه خود ندیدیم، زن بچه خود ندیدیم. واقعا اون مشکلاتی که پیش آمد خلاص هم دیگر نتونستیم، چون من روحی خود از دست داده بودم. فشار واقعا کلا از اعصاب خود از دست داده بودم. این در اون شرایطی که ما از کم آمدیم بیرون، این من زن بچه خود رها کردم. واقعا من خیلی پشیمانم. واقعا در هر جایی که هستن نمیدونم کجا هست کجا نیست. دیگه امیدوار هستم که در هر جا هست خلاصه یک روز ببینیم، یک روز دوباره زندگی خود آغاز بکنم، یک روز خلاصه اونا مرا ببخشن، شاید نفرت داشته باشن. دیگه آمدم وقتی از زمانی 3 سال پیش که آمدم بیرون، از کم بیرون آمدیم، واقعا زن بچه خودم که رها کردم، واقعا یک فشار خیلی سخت سرم آمد، خیلی سختی. اصلا دیگه شب و روز برادر حسین داشتم من دیوانه می شدم. دیوانه می رفتم پارکا می خوابیدم، کار نبود، چیزی نداشتم. بله همش پارکا می خوابیدم. شبا با خود گریه می کردم، ناله می کردم، جا نداشتم. بیرون پارکای سرد با هوای سرد
خلاصه پولی نداشتم، میرفتم روزا بوتل جمع میکردم، بوتل خالی، قوطی خالی جمع میکردم، بعد اونا رو میفروختم، خرج و مصارف خود میکردم. واقعا مشکل سخت گذراندم، به خاطر زن بچه خودم از دست دادم. واقعا اون زمان دست خودم نبود، چون حالی که من فکر میکنم، میگم خدایا یک زمانی شود که دوباره بتونم زن بچه خود حداقل ببینم، خانواده خود، صدای خانواده خود بشنوم. 4 سال است که از خانواده خود خبر ندارم، کجا هست، زنده هست، کشتن، زنده هستن، مرده هستن، کجا هستن. بعد خلاصه دمی دانمارک، دمی شهری که ما میشنیم از خود مرکزش شیلند است دیگه، تقریبا یک ساعت را دور است. یک شب خیلی گریه کردم، خیلی زیاد گریه کردم، تا صبح گریه کردم. بعد گفتم خدایا اگر خدایی وجود داره، واقعا اگر خدایی وجود داره که من دارم غرق میشم، دستی مرا بگی نجات بدی. زن بچه خود از دست دادم، خانواده خود از دست دادم، داشت خبر ندارم، همه چیم تباه شد، خودم دارم از بین میرم، خودم دارم نابود میشم. واقعا هم طرفای صبح ساعتای 4 بود، هوا روشن نشده بود دیگه، همین تقریبا همین گنجشکا و مرغا سر صدا میکرد. زیاد گریه کردم، آنقدر گریه کردم. بعد یه احساسی کردم که یک کسی اومد خلاصه بغلم کرد که مرد ساکت باش، خشمت حفظ کو، ساکت باش. این صدای اومد، بعد یک احساس کردم که بغلم کرد. واقعا دیدم که بعد خواستم خدای کی باشه، این کدام بنده خدایی اومد من بغل کرد، دلش سوخت، من دارم اینجا گریه میکنم، دلش سوخت، مرا بغل کرد. بعد دیدم که کسی نبود. بعد از جای خود خستم، احساس سبکی کردم، بدن میز سبک شد، یک کمی آرامش پیدا کردم. خدایا اگر تو خدای راستی، خدای حق هستی، خود نشان دادی برای من، آرامش بیتی. واقعا من نابود میشم، داره از بین میرم، دنبال الکل و مواد و دنبال سیگار و حشیش و اینا کم کم داشتم میرفتم شبا جای معتادا بود، اونجا جا نداشتم، بعض وقت غذا نداشتم، میرفتم اونجا، از بس هوام سرد بود، اونجایی که نوشیدنی بیری چیزی هوام سرد بود، دیدم که اونا کلشان نشست، میگرفتم از اونا میخوردم. زندگیم با اون سرحد رسیده بود. سیگار میگرفتم، سیگارای نیمه ساخته خود مینداختن، میگرفتم سیگارایشون، تو هوا سرد بود، با اون وضعیت خود زندگی خود سپری میکردم، داشتم نابود میشدم، کلا نابود میشدم، از خود نفرت داشتم، گفتم خسته شده بودم. حتی این احساس برم چی داد، گفتم خدای من دیگه خودکشی میکنم. قبل از اینکه همون صبح که من خلاصه همون احساس کردم که کسی آمد مرا بغل کرد که مرد ناراحت نباش، خشم نداشته باش، من برای تو آرامش میتم. واقعا وقتی خستم اونجا آرامش پیدا کردم. بعد 2 ساعت تیر نشد، ساعتایی که مردم همه طرف مکتب میرن، طرف درس میرن. بعدش یه بنده خدای پیدا شد، ما اونجا بغل پارک شیشته بودم، خلاصه هوا هم سرد بود، گفتم باش مغازه باش برم یک صبحانه بخورم، یک چای صبح یک چیزی بخورم. خلاصه دیدم که بنده خدای اومد، دید که اول که در دانمارکی سوال کرد، بعد گفتم من دانمارکی نمیفهمم، گفتم انگلیسی بلد هستی؟ بعد گفت که انگلیسی نه. بعد گفت کجایی هستی؟ من گفتم افغان هستم. بعد گفت افغان هستی؟ گفتم آره من افغان هستم. گفت اینجا چی میکنی؟ بعد داستان خود برش تعریف کردم، گفتم من این رقم هستم، زندگی من این رقمی است، واقعیتش این رقمی. بعد از دستم گرفت، امروز بنده خدا درسم نرفت، امروز مکتب خودم نرفت، سر وضع مرا که دید واقعا دلش سوخت، مکتب خودم نرفت. بعد مرا گرفت، بلیتم برام گرفت، آورد خلاصه جای مکانی که داشت، امیالم که همین جا هستم در این خانه گرم، همین اتاق که هستم از همین بنده خداست. بعد مرا آورد دیگه. واقعا خیلی بچه خوب، خدا برکت بده، همیشه برش دعا میکنم، هر چی که از خدا میخواد. آمین.
خدا بهش برکت بده. آمین. بعد اینجا کاورد، گفتم اینترنت داری؟ گفت آره. اینترنت گفت دارم آره. بعد یک لپتاپم من مال از این بنده خدا شیشتم پشتم این لپتاپ. گفتم خدایا سب کو هیچ چیزی که خلالی که در وجودم کمبود احساس میکردم، گفتم یک چیزی کمبود هست در وجودم، یک چیزی کم هست، گفتم باید پیدا کنم. بعد رفتم یوتیوب باز کردم. یوتیوبی که باز کردم دیدم که یک صفحه باز شد، اونجا نوشته است که چرا من مسیحی شدم. بعد این شبکه که زدم زنده نبود، خب از گذشته ها بود، زنده نبود. من نمیدونستم که پخش زنده داره نداره. بعد اینه که زدم خلاصه آمد کسایی بود که اینجا می آمد شهادت میاد، کسایی بود که می آمد که مشکلاتی که داشتک واقعا خداوند عیسی مسیح نجاتش داده بود. دیدم که بعد این شماره زیر گرفتم، شمارهش گرفتم، زنگ زدم. ببخشید شما در کجا هستین؟ گفت ما در آمریکا هستیم، یونایتد استیتس. شما از کجا تماس گرفتید؟ من گفتم از دانمارک تماس گرفتم. گفتم یه لطف بکنید اینجا هم کلیسا هست؟ گفت آره چرا که نه. گفت شما چه رقمی ایمان آوردین؟ من گفتم من تازه ایمان آوردم، واقعا قلبم سپردم به عیسی مسیح چون اون نجاتم داده، واقعا من قلبم رو لمس کردم. بله. من میخوایم که آره من میخوایم برم کلیسا. آمین. برادر عزیز میخواستم که نمیجا یک سوال از شما بکنم. وقتی که وطندار ما شما را در خانه خدا آورد، آیا ایشان با شما در مورد عیسی مسیح صحبت کرد؟ نه ایشان نبود. ایشان چی نیست، مسیحی نیستن. بله. ایشان مسیحی نیستن، صرف آوردن واقعا دلشان سوخت چون من واقعا به خیلی وضعیت بدی داشتم. گفت که افغان است. من گفتم شرایط می رقمی است به مشکل. گفت نه اصلا بیاد، به خاطر ما انسان هستیم، به خاطر انسان دوستی تو دهی شرایطی که داری زندگی میکنی من دوست ندارم، بیا در خانه ما بیا، حالا که هیچی هم نداری. گفت بیا. خدا را شکر بر از وطندار ما. بعد آمدم اینجا دیگه شماره که برم داد تماس گرفت. گفت اینجا یک کلیسای هست، کلیسای ایرانی به نام چارج آف لاف، کلیسای محبت. بله. شما اینجا تماس بگیرین، شما اونجا برین و شما رو کمک میکنم. بله. بعد من تماس گرفتم. این برادر کشیشی که اسمش هم مسعود هستن، بعد اینا رفته بودن مسافرت. گفت ما 2-3 روز دیگه برمیگردم میایم. بس قرار ملاقات گذاشت، رفتم اونجا. آمدن آدرس دادن، آدرس خود روان کردن، رفتم اونجا. بعد صحبت کردیم. واقعا دیدم که اونجا یک فضای دیگه است. دیدم که آدماش، ما فکر کردم که اینا را سالها میشناسم، سالها دیدیم. همه محبت، همه مثل خواهر برادر، همه صفا. واقعا خیلی فضای احساس کردم. بعد گفت که شماره تلفن داری؟ گفتم ما شماره تلفن دارم. گفت ما یک شنبه ها برنامه دعا داریم، برنامه چیست روزایی که شروع میشه ساعت 3. خلاصه شما میتونید شرکت کنید. خیلی ببینید دست در نکنه. گفتم چقدر خوب. اونجا که رفتم او آدمای بقیه آدمایی که اونجا آمدن، همه خواهرها برادرها، باور کنید من احساس کردم که 10 سال که از اینا زندگی میکنم. آنقدر صفا، آنقدر محبت، آنقدر واقعا صمیمیت، آنقدر لطف دیدم. خیلی احساس کردم، خیلی خوشحال شدم. گفتم خدا رو شکر، واقعا من در چی جایی بودم، الان در چی جایی آمدم. بعد صحبت کردم، گفتم که من شرایط می رقمی است، واقعا هیچ جوابم ندارم دیگه. من واقعا این مدتی که بدبختی و این چیزا رو کشیدم زیاد ازم سوال نکردم. بعد گفت باشه. گفت ما یک کنفرانس داریم تقریبا تاریخ 29 یولی شروع میشه و شما هم داریم در لیست. گفت اونجا گرچه دیگر را هزینه پرداخت میکنن. من گفتم شرایط میرقم. گفت نه اصلا گفت چیزی نمی. گفت اصلا گپش هم ندارم. گفت ما هنوزم بتونیم تو رو کمک کنیم. بعد این کنفرانس که شروع شد ما رو بردن تقریبا یک چند کیلومتری از اینجا، خودشان ما رو در موتر بردن و با هزینه و با همه امکانات و همه لطف و ما رو بردن اونجا. خلاصه سالن کلان بودن اونجا، کلیسای بزرگ بودن. بعد 6 روز اونجا کنفرانس بود.
داخل کنفرانس برنامه داشتم، برنامه ورزشی بود، برنامه کلاس بودم. کشیشایی از فرانسه و از سویدن و از نروژ و از آلمان از تمام جای اونجا آمده بودن. واقعا خیلی فضای خوب بود. بعد یه بنده خدای دیگه اونجا اسمش هم برادر ایرانی است، شاید اسمش نمیگم، شاید هم خوب نیست، حالا اونا میماندار بودن. بله. بعد شیشتیم با خانمش صحبت کردم، گفت که چجوری شرایط چه رقمی است، کجا زندگی میکنه. من راستش گفتم من شرایط می رقمی است. واقعا چون من اونجا خیلی در فضایی بودم که واقعا همه آمده بودن، خیلی جای خوشی بود برادر حسین، خیلی واقعا هر لحظه خدا شکر با اون شرایطی که داشتم، با اون شبا با معتادا زندگی میکردم، با اون چیزایی که زندگی میکردم. الان خدا رو شکر چه جای آمدم، چه جای، خدا رو شکر. ببین مرد خداوند چقدر دوست داره مرا، واقعا کمکم کرده، خدا رو شکر، سپاسگزارش هستم. بعد اونجا واقعا به خاطری که زرچم از دست دادم، دو وقت زمان دست خودم نبود، زمان خدایا گفتم، دعا کردم، گفتم خدایا، گفتم این تا از اولش که تو نجاتم دادی، واقعا دست من گرفتی، آمدی بغل کردی، آرامش برام دادی. گفتم یه کاری کو زندگی من واقعا دوست داشتم، زن و بچه خدا دوست داشتم، دوست دارم، نمیخوایم از دست بدم. اون زمان واقعا دست خودم نبود. بعد دعا کردم، رفتم اونجا، زانو زدم، گریه کردم، واقعا خیلی دلم چی شد، زانو زدم، خیلی گریه کردم. بعد از بالا یکی دست آمد روی سرم، دست گذاشته، انگار که من فکر کردم که برادر که شیش دست گذاشته دعا میکنه. دیدم که هیچ کی نیست اینجا، هیچ کی نیست، همه نشستم، من تنها اینجا دارم گریه میکنم. بعد دیدم، بعد که بلند شدم اونجا احساس آرامش کردم، واقعا احساس آرامش کردم. گفتم خدای شکر، واقعا تو هستی، واقعا تو هستی. آمین. ما به تو ایمان دارم، تو هستی. آمین. واقعا همه زندگی میسپارم دست تو. آمین. واقعا تو هستی. بعد این مدت اونجا بودم، واقعا کنفرانس خوبی بود دیگه. بعد اونا برام پیشنهاد داد که باید برای خودت تحویل بدی و انشالله که کارای درست میشه. بله. گفتی این رقمی، گفت حالا قبلا زندگی کردی، تو شرایط بدی بودی، حالا وقت، گفتی رقمی ضایع نکن، برو خودت تحویل بدی، کارای درست میشه. بله. بعد گفتم واقعا نمیتونستم چی کار بکنم. بله. الان که فعلا همه چی روی خودم سر حال آمدم، همه چی رو گذاشتم کنار. واقعا مشروب و سیگار و الکل اینا بود، همه چی رو خدا رو شکر گذاشتم کنار، همه چی رو گذاشتم کنار. خدا رو شکر. خداوند از بلاهای بسیار زیاد خودت نجات داده وطندار عزیزم. خداوند رحم کرده بالایت و این بسیار یک شهادت بسیار خوبی است، چون خداوند اما قسمی که عیسی مسیح میگه ای تمامی کسایی که گرانبار هستین و زحمت میکشین پیش ما بیاین، ما بر شما آرامش میتم. آرامش حقیقی، مرهم حقیقی برای زندگی ما، برای روح ما عیسی مسیح است، چون که او وعده میده که ما شما را شفا میتم، او وعده میده که ما شما را راحتی میبخشم. وقتی که ما از راحتی صحبت میکنیم به این معنا نیست که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم برو دیگه زندگی ما گل و گلزار شد، دیگه هیچ مشکلات در زندگی ما نمیاید. در حقیقتش در زندگی یک مسیحی مشکلات هنوز زیادتر میشه، چون دنیا او را میبینه، نور عیسی مسیح را او میبینه و دنیا تاریک است و تاریکی همیشه از نور خوشش نمیآید. و اما در مورد زندگی شما واقعا خداوند، ما بعد از اینکه شما شهادتتان خلاص کردین، ما خواهش میکنم از تمامی وطندارای ما، از برادرها و خوارهای ما که در مسیح هستند. وقتی که ما وطندار میگم به معنای از این نیست که افغان ها
وطندار ما وسیع‌تر از افغان بودن و از ایرانی بودن و از تاجیک بودن و از آمریکایی بودن و از دانمارکی بودن است. وطندار ما کسی است که در عیسی مسیح است و وطن ما آسمان است. قبل از اینکه برنامه شروع شود که یک وطندار دیگه خود در مورد برادر خود صحبت میکردم، گفت برادر اصلیت؟ گفتم بله، ولی از او که اصیلتر خودت برادر ما هستی، چون خودت در مسیح هستی. کسی که در مسیح است و شهزاده های خداوند است و فرزندای خداوند هستند و فامیل اصلی ما اینمی مسیحی ها هستند، در هر جای از هر نسل و رنگ و پوستی که هستند. برادر عزیزم، ما وطندارای ما شهادت تا این لحظه را شنیدن و اما ما میخواستم که برتان بگویم که در جایی که شما هستین وطندار عزیز مکتشان هستین، ایشان میفهمن در مورد ایمان مسیحیتان؟ بله میفهمم. تو بچه خوب یک کاری نه. خدا را شکر کلامی بچه خیلی خوبه. بله کلام خدا کاری ندارم. من دارم اینجا کتاب مقدسم با خودم دارم. خدا را شکر. کتاب مقدسم نمیخوام نامش بگیرم از این بچه ها که 2 تا افغانه که میشناسم، تقریبا زمان در یک جای بودیم، در کمپ یک جای بودیم، اونا ایمان آورده بودن. خدا را شکر. ما در اون زمان اونا را چی میکردم، واقعیتش میگفتم با اینا سیگو رفتن دینی که چی را لاگدن رفتن کافر شدن. کافر شدن. ما منطقه نه، الان که خودم آمدم خودم دیم، واقعا نه، واقعا اونا وقت فهمیده بودن، همون زمان میدانستن که رفته بودم دنبال حق و اون چی که حق است و امور رو دنبال میکردن. بله کاری ندارم، بچه چیزی نیست. ما دارم مطالعه میکنم، مثال برنامه شبکه شما را که زیبایتان میبینم، اصلا کاری نداره. خدا را شکر است برای وطندار عزیز ما که از وطن ما افغانستان هستند و ما مسیحا 2 تا وطن داریم. وطن ابدی ما آسمان است و اما خدا را شکر میکنیم بر افغانستان، برای وطندارای افغان ما، و خدا را شکر میکنیم که کلام خدا میگه کسی که برخلاف ما است برای ماست و ما برای وطندار عزیز ما دعا میکنیم که خداوند نشان برکت بده و بالاتر از برکت سلامتی عیسی مسیح را برشان ببخشه و خانوادهشان برکت بده. ما بعد از اینکه شما از کنفرانس آمدین و سوال ما است که آیا هنوزم در همون کلیسا میرین؟ خدا را شکر است. بله هر یک شنبه میرم ساعت 3 بر دعا داریم. خدا را شکر است. روزای یک شنبه خدا را شکر است. اینمی خداوند ایرانی ها را در زندگی شخصی ما بسیار زیاد استفاده کرده. در ایران یک ایرانی حتی جان خود داده تا که برای ما کلام خدا را بخش بکنه و ما خدا را شکر میکنم. هر دو پرودوسر عزیز ما هر دویشان ایرانی هستند و بسیار دوستشان دارم به خاطر از اینکه برای خداوند قلبشان باز است و ما براتون بگویم که وقتی که ما در مسیح می باشیم ایجا مو چیز دنیوی که ما سرش فکر میکنیم که افغان، ایرانی و تاجیک و آمریکایی و استرالیایی این برداشته میشه. خداوند این چیزا میورداره از بین ما. یک شعر هندی است که در یاد من همیشه در این زمن میگه که مالک این دنیا را یک دنیا ساخت، ما ازش جای هند ساختیم و جای ایران ساختیم دیگه. این انسان هاست که مرزها را جور کرده و غیره. خدای مرزها را جور نکرده. خداوند تمامی انسان ها را دوست داره. وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم وطنداری عزیز ما، رضا جان، در کلام خدا نامده ای قسم زیرا خدا ایرانیان را و یا زیرا خدا افغان ها را و یا زیرا خدا آمریکایی ها را، در اوجه چی آمده؟ زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود. پیش خدا این چیزا ارزش هرگز نداره. بعضی کسا در وطن عزیز ما و شما و در کشورهای دیگه هم و در ایران هم و در بسیار جای ما دو کشور عربی را چند ماه گذشته
رفته بودم در اوجه هم ما میبینیم انسان ها به خود میبالند، به وطن خود میبالند و این قسم چیزا در انسان ها وجود داره. و اما خداوند میگه که بر تخت خود نشسته، میگه که زمین از ماست، زمین و پری آن از آن خداوند است. و در حقیقتش وارث از این زمین کسای دیگه نه، تنها مسیحی ها میشن. وارث از این زمین کسای دیگه نیستن، بلکه وارث از این زمین مسیحی ها می باشه. کلام خدا بسیار واضح میکنه وقتی که ما خوشا به حال ها را میخوانیم. و خوش به حال شما وطندار عزیزم رضا جان که خداوند شما را این احساس در قلبتان آورد که شما نیاز به خدا دارین، نیاز به خدا، به خودی خود، به کوشش خود شما این کار نمیتونین. و همین که شما در خواب دیدین کسی شما را به آغوش گرفته. 14 جون سال 2011 یک وطندار ما در اینمی برنامه زنگ زدن و در وطندار ما که پشتو زبان هستند و ایشان در مورد خواب خود مثل شما صحبت کرد که چطور در یک بیابان رایی بود که گم بود و افسرده بود و اما کسی میگه که من آب بر شما، چشمه آب برتان نشان میتم. و به همین ترتیب خداوند قلبشان لمس کرد و قلب شما را هم با اونمو خداوند لمس کرد. جدایی بسیار مشکل است از فامیل، جدایی از خانواده، از زن و اولاد آدم، جدایی بسیار 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 مشکل است. من کمتر از 2 هفته بیرون بودم، خارج رفته بودم و ما هر روز دل من برای خانم من، برای اولادای من میتپید و من او درد که شما دارین رو هرگز نمیتونم پیمایش بکنم، چون درد شما درد شماست. و اما خداوند مرهم میگذاره بالای قلب ما. خداوند ما را تسلی میده، اما قسمی که او میگه که پیش ما بیاین و ما بر شما آرامش میتونم. خداوندی آرامش بر شما میده. من خواهش میکنم از شما با چند کلمات وطندارای ما را بگوین که بعد از اینکه شما به عیسی مسیح ایمان آوردین، تغییری که در زندگیتان خداوند آورده ای را بگوین. بعضی که برادر حسین، من که ایمان آوردم خدا را شکر میکنم. اون خشمی که داشتم، اون عصبانیتی که داشتم، اون واقعا چیزهایی که قبلا داشتم، الان اون خشم و اون عصبانیت اون چیز ندارم. الان احساس آرامش میکنم، واقعا احساس آرامش میکنم. خدا رو شکر. مریضی که داشتم برادر حسین، اینو تعریف نکردم براتون، بخوام میرم براتون بگویم. بله. سردردی داشتم در این طول 5-6 سال، سردردی داشتم که خطراق سر خود استاد میشدم. اون زمانی که در کمپم بودم او قدر سردرد بودم، هرچی دکتر میرفتم، بعد دکترها میگفت با تو او زیاد بخور. میگفتم با یه قهوه میخورم سردردی میشه خوب نمیشه. از اون زمان ادامه داشت. خدا رو شکر برای زمانی که من ایمان آوردم، فکر میکنم که یک چیزی در سرم بود ورداشته شده. یک قدر راحت شدم. این سردردی من داشت نابود میکرد. این سردردیم و زمانی که ایمان آوردم، خدا رو شکر یک چیزی بود که داخل سرم بود ورداشته شد رفت. یا راحت احساس میکنم، احساس آرامش میکنم. واقعا خدا رو شکر میکنم برای خدا رو شکر است. اون تاریکی که داشتم زندگی میکردم، اون پرده‌ای که پیش روی ما خلاصه پیش چشم ما رو گرفته بود، خدا رو شکر که اون پرده سیاهی اون تاریکی رو از پیش روی ما ورداشت. خلاصه از تاریکی ما رو ورداشت به روشنی آورد. خدا رو شکر میکنم. آمین آمین برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده و واقعا شهادت شما شهادتی است که بسیاری وطندارای عزیز ما در مشکل هستند و این شهادتی است که او میتونن که به عیسی مسیح روی بیاره، چون که عیسی مسیح میتونه مرهم حقیقی را در زندگی ما، حتی در مشکل ترین حالات، حتی در جدایی از وطن، در جدایی از اعضای خانواده، او میتونه که قلب ما را مرهم بگذاره. به این معنا نیست که ما دیگه
دق نیستیم پشت اولادای خود و یا دق نمیشیم پشت زن و بچه خود، پدر و مادر خود و غیره. نه، این چیزا بالای هر کس میآید و اما خداوند برای ما سلامتی میده. یک سرود انگلیسیش میگه He's got the whole world in his hands. میگه او همه چیز را در دستان خود دارد. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hands. او هر چیز در دست اوست، هر چیز در دست اوست. به اراده از او. اما یک مثال وطنیست میگه که حتی یک برگ هم از درخت نمیریزه. و برادر عزیزم، با اجازه شما ما از وطندارای عزیز ما خواهش میکنم که برای شما دعا بکنن، بر خانواده شما دعا بکنن. اجازه است؟ خدا شما رو برکت بده. خدا شما رو برکت بده. دعا میکنیم خداوند مهربان است، خداوند مهربان است. او روز رو بیاره که شما را باز با خانواده ایتان یک جای کنه و اما ای که شما تسلی خود، سلامتی خود را در عیسی مسیح یافتین و شما از کارهایی که در گذشته بوده پشیمان هستین و خداوند شما را از الکلیسم، از چرس، از دیگه مواد مخدر نجات داده، از افسردگی شما را خداوند نجات داده. از این که بالاتر تحفه هیچ چیزی نیست. بسیاری آسان که بیخواب هستند به خاطر نظمی چیزا و ما خداوند برای ما تسلی میده. خداوند میگه که فرزند تو در دستم است، خانم تو را ما نگهداری میکنم. ما بهتر میفهمم که واده کجا است. هرچند که جدایی هست، ما دعا میکنیم خداوند روزی را بیاره که شما باز هم یک جا شوین. روزی را بیاره که شما امی کدورت و مشکلاتی که در بین آمده یا تمام رفع شوه و خداوند مرهم بگذاره بالای قلب شما زیادتر و بالای قلب فرزندتان و خانمتان و دعا میکنیم که خداوند شما را برکت بده. وطندارای عزیز من، برادرها و خورای عزیز من، اگر شما این برنامه را میبینین و شهادت از این برادر عزیز من را شنیدین، واقعا قلب آدم درد میگیره. مشکلات مهاجرت و این چیزا، مفلسی و این چیزا بالای آدم میآید. ما برنامه در تلویزیون خبرهای CNN نمیدیدم و در خبرهای BBC هم این ما میدیدم که چطور وقتی مشکل می انسان چطور از خود به خود میشه. ما مادرها رو میدیدم که طفلایشان در دستشان بود و از گرسنگی میمرن وقتی که بالای کوه سنجار بالا میشن دوجه در عراق به خاطر که داعش و یا حکومت اسلامی که دوجه برپا شده به رهبری ابوبکر بغدادی، یا طفلای خود گرفته بالا میشن گرسنه و چطور طفلای ریزه در راه میمرن و دفن میکنن. این چیزا دلخراش است. دنیای ما دنیای بسیار تاریک است و ما خدا میبینه، خدا قهرش یک روز میایه. او دیر قهر است و اما بدون قهر نیست. یک روز میایه و او قضاوت میکنه هر چیزه. بیاین که دعا کنیم برای تمامی از این مهاجرت و مشکلات و بیخانمانی و دربدری و خاک بسری که ما در این دنیا فقط از خاطر گناه است. تمامی از این چیزا دعا کنیم و اما دعا میکنیم برای از این برادر عزیز ما غلام رضا جان که او آل غلام مسیح است، او بنده خدای زنده است، او فرزند پادشاه پادشاهان است. دعا کنیم که خداوند یار یک جایی بکنه و خداوند تسلی زیادتر بر برادر عزیز ما بده و خداوند مهربانی زیادتر در قلب خانومشان بگذاره و در قلب فرزندشان بگذاره که یا پس متحد شوند. و ضمناً برای وطندار عزیز ما که در خانهشان هستن برایشان دعا کنیم. لطفاً کتیما یک جایی شوین و ما از هر دو پرودوسر خود خواهش میکنم، از پریناز جان و از حسین جان خواهش میکنم که کتیما یک جایی شوند و دعا کنیم.
خدای عزیز، زندگی بسیار مشکل است. بالای خارها راه رفتن است. در دره مرگ ما قرار داریم و اما ما به تو روی میاریم ای خداوند. به خدایی که وعده میده که من تسلی میتون براتون، خدایی که میگه نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان، نزد من بیاد هم آرام جان. ای خداوند، ما ای برادر عزیز مرا نزد تو میاریم. تو آرامش کامل بر از برادر عزیز ما را بده. هر جایی که خانواده عزیزشان است، تو ای خداوند سایه رحمت خود بالایشان بگذار. دعا میکنیم ای خداوند وا در حفاظت تو باشند. دعا میکنیم که یک روز با ایشان ملاقات بکنن و یک جا شوند، پس یک فامیل شوند. برکت بده برادر عزیز مرا که در عیسی مسیح، در روح عیسی مسیح، در کلام عیسی مسیح رشد بکنه. دعا میکنیم بر از او وطندار ما که در خانه ایشان اقامت دارن. خدای تو او را برکت بده. برکت نجات عیسی مسیح را بده. برکت سلامتی خداوند برش عطا کو ای خداوند عزیز. خداوند عزیز، ما دعا میکنیم برای مادرها و پدرایی که فرزندان خود از دست دادن در عراق، در سوریه، در بسیار کشورهای دیگر، در افغانستان، در ایران. خدایا تو رحم فرما. دعا میکنیم برای خانواده برادر عزیز ما کشیش آبدینی که فرزندایشان در تلویزیون آمدن و چطور میگفتن که ای پدر ما دق شده این پشتت، خانه بیا. دعا میکنیم که تو رحم کو. خداوند عزیز، تو بنده خدا، تو غلام خدا، ای خداوند تو خادم خدا، تو فرزند خود کشیش آبدینی را ای خداوند آزاد کو. رحم بنداز بالای در قلب زندانیان، در قلب کسانی که رب قدرت هستند در ایران، تا که این مسیحی ها آزاد شوند و یا آزادانه در ایران بتانن تو را عبادت بکنن. در افغانستان و خداوند عزیز ما تو رحم فرما. راپور شنیدیم ای خداوند دیروز که از تمام زیاد زجر و شکنجه و کشتن خبرنگارا در افغانستان داده. خدای دعا میکنیم تو محافظت کو از مردم، خصوصا از کسانی که به تو ایمان میارن ای خداوند و زیر شکنجه مستقیم میرن. خدایا تو رحم کو، تو واره ای خداوند نجات بده. دعا میکنیم برای وطندار عزیز ما که ما ملاقات کردیم یک دو هفته پیش که چطور ایشان به عیسی مسیح ایمان آوردن. خدای شکر میکنیم برای ایشان، تو ایشان و فامیلشان، 3 دخترک قندولشان و خانومشان، محافظت کو از ایشان. شکر میکنیم خدای که تو خداوند زنده و شنوا هستی. ما خدای مرده را پرستش نمی کنیم، خدای زنده را پرستش میکنیم. به نام مقدس یگانه منجی بشر خداوند عیسی مسیح. آمین 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 آمین. آمین. برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده و واقعا برکت گرفتیم. بسیار تشکر که وقتتان دادین و آمدین در این برنامه و شهادتتان دادین و ما حتما دعا میکنیم. ما کلیسا را هم میگم در اینجا، در کلیسایی که من میرم، که برای شما دعا بکنن و بازم از وطندارای عزیز ما خواهش میکنیم که برنامه را میبینن بر شما زیادتر دعا بکنن، همیشه دعا بکنن. خداوند شما را برکت بده. بازم بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از اینکه صدایتان شنیدیم، ما برای ما وقت دادین. واقعا برنامه زیبایتان. خداوند شما را برکت بده. خداوند
خداوند برای بینندگان اونایی که میبینن، خداوند بر اونام برکت بده. خداوند نور خود، جلال خود بر کشور ما شما از بدبختی ها، از بیچارگی ها، خداوند اونایی که واقعا ایمان آوردن به عیسی مسیح، خداوند نجات بتن. آمین آمین. سلامتی بتن. بسیار اگر وقت داشت یک چیز تهیه کردم بخوام اینا. بفرمایین، فقط 2 دقیقه داریم و اما لطف کنین بفرمایین. این یک از خانمی چیت واقعا خیلی زیبایی بود. بعد خیلی دوست داشتم، همیشه با خودم مرور میکردم. ای عیسی، خوشان چشمی که بر روی تو باشد، خوشان گوشی که بر سوی تو باشد، خوشان دستی که در دست تو باشد، خوشان پاهی که در راه تو باشد، خوشان قلبی که با نام تو لرزد، خوشان عشقی که از مهر تو گنجد، خوشان کشتی که سوکانش تو هستی، خوشان دریا که طوفانش تو هستی، خوشان دردی که درمانش تو هستی، خوشان خانه که مهمانش تو هستی، خوشان ملکی که سلطانش تو هستی، خوشان راهی که پایانش تو هستی، خوشان راهی که پایانش تو هستی. هللویا هللویا. عیسی مسیح گفت اول و آخر، اول و آخر. بله، آغاز و پایان من هستم. واقعا عیسی مسیح هم اول و هم آخر است، هم ابتدا و هم پایان هست. او پایان هر چیز، او آغاز هر چیز و در او هر چیز استقامت داره. بدون او هیچ چیز استقامت نداره. وطندار عزیز، بازم بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. تشکر از برنامه‌تان. تشکر، خداوند شما را برکت بده. تشکر برادر. وطندارای عزیزم، شما شهادت از این برادر عزیز مرا شنیدین و من باز هم خواهش میکنم از شما که برادر مرا در دعای خود داشته باشین، خانواده ایشان در دعای خود داشته باشین که یک روز خداوند کمک بکنه که یا پس یک جا شوند و همچنین دعا بکنین برای وطن عزیز ما، برای ایران، برای افغانستان، بر تاجیکستان، که مردم از این منطقه خدای زنده، خدای محبت بشناسه. خداوند میگه که کلامش میگه کسی که محبت ندارد خدا را نشناخته، زیرا خدا محبت است. آیا شما میخواین خدای محبت بشناسین؟ فقط توبه کنین از گناهایتان. کلام خدا میگه همه گناه کردن و از جلال خدا کم آمدن. توبه کنین و بگین عیسی مسیح، من گناهکار هستم، توبه میکنم و من ایمان دارم که تو خداوند زنده هستی، به خاطر نجات ما آمدی، تو یگانه نجاتگر هستی، به خاطر من مصلوب شدی، مردی، دفن شدی، در روز سیوم از مردگان برخاستی. داخل قلب من بیا و مرا نجات بده. به نام عیسی مسیح آمین. این همینقدر دعا شما را مقبول خدا می سازه. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. روز پنجشنبه یک شهادت دیگر رو میشنویم به همین ترتیب. خداوند شما را برکت بده. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.